کار رو برای ما راحت میکنه. ببین الان ما وقتی میزنیم دقیق میزنیم تو نواتیم، تو ساختمونه، میزنیم تو موساد، خب، یا تو اورتلنوف، پایگاه دیگری که بلند شدن هواپیما رو، یا هاتسری. بله. ما کلی پالایشگاه داریم، اون چند تا دونه پالایشگاه داره. ما کلی میادین نفت و گاز داریم، اون چند تا دونه داره و وابسته است به اینا. بله. این ریسک بالایی داره براش و میخوره. جنگ سخت شما بردی، باشه، نوش جونت هر کی که هستی. جنگ نرم روش، اون روایت رسانه، روایت هالیوودی و هر کی اونو برد کل جنگو برده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اون هفته 2 تا برنامه جریان بودم، شبکه یک. تو دومی اینا رو خیلی تفصیلی توضیح دادم. یعنی الان شما میخواید تو این 60 دقیقه اساره اون 100 دقیقه 200 دقیقه رو بگیرید. برای همین یه جایی ارجاع میدم. سوال دیگه. بعد یه جایی ارجاع میدم در حقیقت، چون دیدم تختی هم شده بود یه سری کانال تلگرامی و اینا، حالا مهمم نیست، ولی مثلا تختی کرده بودن که بگن ببین چه اسرائیل خوبه، مرکز جمعیتی نمیزنه، انسان دوسته. حالا این غزه مگه چیزی میذاره برای اصلا آبروی اینا، یا لبنان فرق میکنه، یا ترورایی که کرده. اگر اون رو در معنای تخصصیش حساب کنیم که ما تو جنگ بودیم، اما اگر منظور جنگ به شیوهی است که در جنگ 8 ساله دفاع مقدس داشتیم، خیر، همچین چیزی نیست. اگر جنگ اونجوری میخوای غزه، جنگ اونجوری لبنان. اما عملیات هست، عملیات مقابل عملیات. این جنگ نیست، این در حقیقت عملیات در مقابل عملیات. کاری که خب او کرده، ما تو وعده 1 و وعده صادق 2 جواب دادیم و در وعده صادق 2 به دلایل متعدد با توان حداقل 2 برابر جواب دادیم، ضربات بسیار بیشتری به او آوردیم. اعتبار و حیثیتش در حوزه بازدارندگی، پدافند، در حوزه تسلیحاتی که داره میفروشه تو دنیا مختل شده. ببینید میگفت ارو 2 و ارو، یعنی پیکان 2، سیستم ضد بالستیک 2، پیکان 2 و پیکان 3. و اینا رو میفروخت. مثلا به آذربایجان داشت صادر میکرد پیکان رو، که وقتی جنگ شد ظاهرا یه چند تا سفارش رو پس گرفت به خاطر مشکلات خودش از 1 سال پیش. اما اینها بی اعتبار میشه. حالا این که جای خود داره، دیواری که حماس رد کرد، کره ها، چون میدونید این دیوار اصلا دیوار آهنین 1 میلیارد دلار خرجش کردن، خلاف به موقعش اگه موقعی تایم شد تو این 1 ساعت من صحبت میکنم راجبش. وقتی اون رو تونست حماس ازش به راحتی رد شه، جوری که اینا نفهمن، یه قراردادی داشتن اینا با کره ها می‌بستن که اونم ملغا شد. یعنی در دنیا اصلا همینه ها. یعنی شما وقتی تسلیحاتت به راحتی دور میخوره، کارآمد نیست، از خودت دفاع کنه، دیگری نمیاد میلیاردها پول بخوابونه چند سال تا همون سلاحو بگیره، چون میدونه وقتی ایران زدش یا حماس زد خب بقیه هم میزن. یعنی این متعاقبات رو هم داره. خب حالا سوال بعدی اینه، ما عملیات کردیم، لابد شما میخوای اینو بپرسی که او میزنه که الان پرسیدید، من میگم و اصلا کجا رو میزنه، بعد که بزنه چه اتفاقی میفته، ما چه کار خواهیم کرد. اینا سوالاتی که تالیه هم میاد، من همه رو با هم میپرسم که جناب عالی پاسخ بدید. ببینید بله میزنه، اون هم چرا نزنه؟ اگر نزنه تحقیر شده، نابود شده، اعتباری براش نمیمونه. توی این وضعیتی که ما عملیات مقابل عملیات می‌کنیم، توی 1 سال من خیلی اومدم اینجا توضیح دادم که باید 10 از 10 بزنیم. 11 خط جنگه. برای اینکه جنگ نشود باید 10 از 10 زد. ما تا الان مثلا حالا خطکش که نداره، من اینجوری تفسیر میکنم، متری که داریم 5 و 7 زدیم. ولی وقتی 5 رو زدیم، هنیه زد دیگه، هنیه رو و بعد سید حسن، حالا حداقل هنیه. ما الان 7 زدیم، به زعم من اون میاد برای اینکه بزنه در حوزه نظامی. یعنی الان دیگه هرچی ترور بکنه فایده نداره. ترور سطحش پایینه، سطح نظامی نیست. 200 تا موشک تو سرش خورده جلو چشم دنیا با کار خوب رسانه‌ای که این دفعه شد. بنابراین بی اعتبار شده. پا رو پس بکشه هر کی، چه ما چه او، یعنی شکست خورده. اصلا بحثی توش نیست. تا آخر باید بره عقب. شکست خوردن متوقف نمیشه همونجا که شکست خورد. تا انتهاش، بله، یعنی باید تا آخرش بره عقب. یعنی اینکه چی؟ او میفهمه اگر که الان جلوی ما اینجا شکست خورد، تا نابودی و محوش باید بره کنار، چون موجودیتش تو خطر. خودش هم میگه ما دنبال بقایمونیم. نتانیاهو این رو رسمی اعلام کرد. میدونن همه که اون محو میشه. بنابراین پا رو تو این تصاعد بحران نمیتونه عقب بذاره، که اگه بذاره نزنه شکست خورده است قطعی. به زعم من میاد این کار رو انجام میده. حالا چجوری، کجا،
ببینید اولا مراکز جمعیتی رو که نمیزنه، چون درهای جهنم به روش باز میشه. او بزنه ما میزنیم. او جمعیتش 1/10 ماست. خب یعنی تعداد مساوی از کشته مثلا 1% ما میشه 10% او. مزمحل میشه جمعیتش. وسعتش، حالا مثلا میگم بلا تشبیه مردم قهرمان پرور و شهید پرور اصفهان، مثلا اصفهان در مقابل ایران، شما فکر کن 1000 تا موشک، خدای نکرده اون نمیکنه این کار رو ها، اون اصلا سیستمش فرق داره، ولی به عنوان مثال فقط این 1000 تا موشک تو 1000 تا شهر کجا؟ یعنی شهری یه دونه، 1000 تا تو یه دونه شهر کجا؟ معلومه اون نمیاد دنبال این کار، چون حکم خودش صادر کرده. ضمن این که کار رو برای ما راحت میکنه. ببین الان ما وقتی میزنیم دقیق میزنیم تو نواتیم، تو ساختمونه میزنیم، تو موساد، خب یا تو اورتلنوف، پایگاه دیگری که بلند شدن هواپیما یا هاتسری. بله ما دقیق اونجا رو، موشک دقیق زن هزینه بالاتری داره، قاعده متفاوت. موشکی که غیر دقیق بزنه، حالا مثلا 200-300 متر این ور یا اون ور بزنه که میتونه کلاهک‌های خیلی سنگین تری هم داشته باشه، اون که اتفاقا خیلی راحت تره، که اون که خودش هم میدونه که ما خیلی دست باز راحت میتونیم هر کاری بخوایم بکنیم. نمیکنه این کار رو. به خاطر این تأسیسات هسته‌ای نمیاد به 2 دلیل واضح. اولا میدونه اگر این اتفاق بیفته ما احتمالاً دکترین هسته‌ایمون میتونه عوض شه. این اخطار داده شده که ممکنه بریم سمت نظامی، حداقل برای بازدارندگی. بله اگر نخوایم هم استفاده کنیم حداقل برای بازدارندگی. دوم به راحتی میتونیم تأسیسات هسته‌ایشو بزنیم. دیمونا تو همون نزدیکی، تو صحرای نگب نزدیکی نواتیمه که 2 بار ما تا الان وعده 1 و 2 زدیمش. دفعه پیش من یادمه که هارتس بود فکر میکنم، گفت که تو اون گزارشی که فردای این داستان داد، گفت 84% موشک ها رهگیری شده، 16% یعنی 48 تاش خورده از مال ایران، و اون عدد درصدی داد، گفت 16%، و بعد گفت که از جمله آمار که میداد، گفت از جمله 3 تاش خورده او ادعا کرد، ما هیچ وقت نپذیرفتیم، 3 تاش تو تأسیسات اتمی، یکی تو ساختمون اصلی دیمونا، 2 تا ساختمونای فرعی که ما هیچ وقت اینو نپذیرفتیم. این چون گفتیم که شاید میخواد مثلا یه بهانه‌ای بگیره و مظلوم نمایی و بعدم مقابله و اینها. زدن اونجا برامون راحته. وقتی هر جایی مقر موساد و بقیه جاها رو زدیم، گاف صندوقشون نواتیمه، همون بغله، پروتکشنش مشابهه. خب میدونه به این دلایل اینجا هم نمیزنه. خب پس جمعیت رو نمیزنه، زیرساخت‌های اتمی رو هم نمیزنه. اتمی رو هم نمیزنه به نظر من. این تحلیل منه دیگه. بله. اوکی. آمریکایی‌ها هم دارن روش فشار میارن که آقا به همین دلایل اصلا نرو سراغ اتمی و اینها. خب مونده بود نفتی، جاهای نفتی و نظامی، موشکی، این چیزا. بله. نفتی رو رادسترش خیلی دوست داره بزنه، دلیلش هم خواهم گفت. همین دیشب پریشب دیدم سفیر سابقشون تو واشنگتن بود فکر میکنم با CNN، آنچنان رو میز میزد، این مجری بهش گفت مثلا بایدن گفته نفتی نه، آنچنان اعصابش خورد بود رو میز میزد، این دوربین همینجور میلرزید، میگفت میگید اتمی نزن، نفتی نزن، پس کجا رو بزنیم؟ این زده ما رو له کرده، ما نزنیم، موجودیت ما رو تو خطر انداخته. از نظر من او میآید برای اینکه یه جاهای نظامی و یه جاهای پالایشگاهی نفتی، کجا جرأتشو نداره به نظر من که F-35 رو برداره وارد هوای ما بکنه. چرا؟ F-35 3 تا سیستم مکانیسم نهانرویی داره که از رادار گریزش میکنه، رادار نمیبینش. همین رو RQ سنتینل 160 که ما 10-15 سال پیش نشوندیمش، همون سیستمو داره، کوتینگش، شکلش، یعنی پوشش بله. شکل. به علاوه این که 10 سال بعد از اون، همین 4-5 سال پیش، ما پیشرفته، خیلی پیشرفته تر از اون رو زدیم رو آبهای خلیج فارس، ترایتون، اون گلوبال هاک پیشرفته. بله. اون 5 تا مکانیسم نهانرویی داره، بنابراین ریسک براش تجهیزات پیشرفته مثلا F-35 اگه 120 میلیونه، ترایتون 220 میلیون، 2 تا دونه بیشتر ازش نساخت آمریکا، جفتش تو پایگاه ظفار امارات بود، رو ما کار میکرد که ما مرز آبهای بین‌المللی سرزمینی اومد یه ریزه تو سرزمین ما زدیمش. اونم با سیستم وطنی 3 خرداد با اولین شلیک هم زدیم. درست. وقتی اینو میتونی، اگر F-35 بخواد بلند کنه بیاره و یه سریش بخوره، آبروریزی میشه، چون خیلی مینازه، میگه این پیشرفته ترین تجهیزات منه. بنابراین احتمالاً میاد از فضای جنوب، از سمتی که اومد به سمت یمن، از سمت عربستان. واقعا امیدوارم عربستان این کارو نکنه، چه عربستان چه آذربایجان، اصلا چه هر کشوری. بله. فضا بدن از پیش
بهشون گفته شده که چون دارید تو آفند بهش کمک میخوای بکنی که منو بزنه، حتما متعاقبات سنگین داره. حالا آقای پزشکیان که اونجا بود، همه اینا اومدن گفتن ما بی‌طرفیم، یعنی خلیج فارسی‌ها اومدن گفتن ما بی‌طرف. امیدواریم که در عمل اینطور باشه. به زعم من از اون مسیر میاد و وای میسه تو آب‌های بین‌المللی خیلی عقب‌تر، نه اونجایی که ترایتون اومد، خیلی خیلی دور. از اونجا موشک شلیک میکنه. این یک. F-35 نمیتونه تجهیزات خیلی سنگین و زیادی با خودش بیاره، مثل F-415 نیست که مثلا بتونه نوع خاصی رو شلیک کنه. بنابراین تعداد زیاد دیگه 100 تا که نمیتونه بیاره، نداره که بیاره. یه تعداد محدودی F-35 چند تا اسکادرانی که داره برمی‌داریم، از اونجا موشک‌های کوچکتری که برد کمتر داره بزنه به مثلا حالا شاید مناطقی از مناطق نفتی، اگر خیلی بخواد ریسک کنه، چون متعاقبات داره. وقتی اون میزنه پالایشگاه ما رو میزنه دیگه فوقش. ما پالایشگاه اون رو میزنیم، منتها با این تفاوت ما کلی پالایشگاه داریم، اون چند تا دونه پالایشگاه داره. ما کلی میادین نفت و گاز داریم، او چند تا دونه داره و وابسته است به اینا. این ریسک بالایی داره براش و میخوره. به نظرم این کارو میکنه به خاطر اینکه آبروش رو حفظ بکنه. چرا؟ حالا به خاطر اینکه دود و آتیش میخواد. دود و آتیش یعنی چی؟ نمایش میخواد. ببینید اون چیزی که من 1000 بار گفتم، حالا نمیدونم تو برنامه شما بوده یا نه، جنگ سخت شما بردی، باشه، نوش جونت هر کی که هستی. جنگ نرم روش، اون روایت رسانه، روایت هالیوودی و هر کی اونو برد کل جنگو برده. و الا تو جنگ میبری، روایتو میبازی، کلا یعنی همه رو باختی. مردم میگن کاری نکردی. و بالعکس یه جایی مثل آمریکا، تو ویتنام، تو فیلم‌های مستند و تاریخش هست دیگه، با ناو که عقب نشینی می‌کردن، هلیکوپتر رو ناو پرت کردن تو دریا اینا که آدم بیشتری سوار کنن، با این فضاحت در رفتن. بعد رمبو ساخت که یه دونه آدم شکست خورده روانی تو مملکت خودش 2 لشکر و حریف بود. ببین روایت، بعد این روایت میمونه. اونم اینو خوب میفهمه. کما اینکه تو پیجرهای لبنان، حالا من راجبش توضیح خواهم داد، اونجام عملیات ارزشمنده ولی در حد تاکتیکی. ولی چون عنصر شگفتی رو خود عملیات داشت، رسانه‌ام روش کار کرد، خود عملیات صدا کرد که ارزشش رو در حد راهبرد بردن بالا. یعنی چی؟ یعنی همه گفتن وای حزب الله نابود شد، دوست و دشمن. دیگه هیچ کی فکر نکرد آقا حزب الله 20 برابر این نیرو داره، اینا هم همه 1500 تا 2000 که کشته نشدن، شهید نشدن که، 10 نفر شهید داده، بقیه زخمی، خیلیشون برگشتن بعد از چند روز، یه هفته، بقیه هم در فرصت کوتاهی برمیگردن. حالا اصلا فکر کن اینام نباشن، اصلا یه عالم نیرو داره، اصلا نیاز به نیرو نداره که. این تغییر ادراک و شناخت میده. این مهمه. یعنی ارزش عملیات اگه 3 هست میکنه 6 با رسانه. همین کار رو، نه این کار تروریستی چیزها گفتم، ترور که اصلا ارزش نداره مقابل 200 موشک، میاد تو حوزه نظامی یه اقدامی میکنه، قیافش گنده میکنه با رسانه. دود و آتیش منفجر شد و دود و آتیش بلند شد. یعنی یه مخصوصا هم چرا حالا من میگم لبه جنوبی خلیج فارس، فقط به خاطر مسیر نیست، یه جایی باید باشه که با ماهواره و هواپیما و لبه جنوبی خلیج فارس و 4 تا نفوذی در داخل اینا از 10 تا زاویه هی فیلم بگیره، هی بتونه روش کار کنه، تبلیغ کنه. البته میاد چند تا مرکز نظامی رو هم ایزن بزن. اگر خیلی حماقت داشته باشه، من خاطرم جمع این تحلیل منه دیگه. شما بعد مثلا اتاق جنگ ایران رو یا اونور بیام، من که تو اتاق جنگ اسرائیل نیستم، تو جنگ اینورم نیستم، اما تحلیل من اینه که نقاطشون که عمده بخواد براش هالیوودیسم داشته باشه، به نظر من تو این مناطق لبه پایین حاشیه، اونم بیشتر، حالا ممکنه اونجا هم یه سری جای نظامیه مثلا پدافندی و اینها رو، چون دردشون اومده. این برای من مسلمه ها، قطعیه. چرا اینو میگید؟ چون خیلی دردشون اومده از بچه‌های موشکیمون، حتما میاد یه زهری بالاخره به پدافند، آفند، به یه جا تو حوزه موشکیمون یه زهری بریزه، مثلا لانچری چیزی، حالا میتونه اون سمتی بیاد، سمت مثلا پدافند رو لانچرا بیاد، یا جای دیگه من نمیدونم، ولی یه زهر اینجوری میاد که حتما بریزه. چون کاری کردن بچه‌های ما تو وعده صادق 2، نمیدونم واقعا چقدر رو بشه گفت یا نگفت، خدا شاهده. کار عظیمی کردن از وعده صادق 1 تا 2. ببین تو 1 ما با خیبر شکن زدیم، سوخت جامد، با عماد زدیم، سوخت مایع، با قدر سربارشی، کلاهک بارشی زدیم، سوخت مایع.
این دفعه همینا بوده، فتاح یکم بوده. اصل ماجرا ایناست. بله. این عماده همونه دیگه، قدره همونه دیگه. اصلا از اون عملیات با آورده‌ای که برای ما تو وعده صادقه 1 داشت، یعنی رفتار پدافندی اونا در مقایسه با موشک‌های ما، بله. با اون آورده که خیلی سربسته من میتونم بگم، بچه‌های موشکیمون، بچه‌های هوافضای وزارت دفاعمون، من واقعا ازشون تشکر میکنم، اینا توی این 4-5 ماه نخوابیدن، خونه نرفتن، پنجشنبه جمعه نداشتن، ارتقا دادن، ارتقایی که باید عمدتاً ظرف چندین سال اتفاق میافتاد، تو چند ماه عمادهایی رو ارتقا دادن. الان هر چی میخوره با سرعت میره، مردم تو این فیلم‌ها میبینن فکر میکنن اینا فتاحه. نه، فتاح 1 که هایپرسونیک، سرعتش هم فوق العاده است، اصلا کارش این نیست که ساختمونا و اینا، کارش اینه بره پدافندو بزنه، سرش خیلی کوچیک‌تره، سرعت بسیار بالاست، اصلا قابل دفاع نیست، هیچکی نمیتونه دفاع کنه، نداریم در دنیا با این سیستم، با این سرعت. خب این میره فقط پدافندو، رادار رهگیریشو یا هر جاشو نابود کنه که بقیه موشک‌ها راحت بخورن. موشکایی که شما میبینی یه دفعه با یه سرعت‌های فجیعی میان پایین، عماده، یعنی با جی بالا داره میخوره زمین. با چند ماه، یعنی تو تقریبا از لبه هایپرسونیک شدن به اومد، یعنی 5 به بعد ما میگیم هایپرسونیک، اینجوری اومده. بچه‌ها خیلی کار کردن رو این و اونا میدونن اینو، اون میدونه چی خورده. اونا ببین، بذار یه نمونهش بگم. یه رسانه خارجی، من طرف خارجی ها میگم، بله. ایرونیش کار من خارجیه میگفت که تو همین چند ماه، میگفت وعده صادقه 1 به بعد تو این چند ماه، مثلا این حرف مال چند وقت پیشه، اینا 26 تا آزمایش کردن. چی کار دارن میکنن؟ یعنی ایرانی‌ها؟ بله. میفهمه که ما داریم یه پیشرفت، واقعا پیشرفت عظیمی بود. این که شما میبینی لذت میبری، کرور همینجوری تپ 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 میخوره پشت سر هم، خیلی کار مهندسی برده، خیلی کار عملیاتی برده، کار سختی برده. بله. و بعد حواسمون هم باشه که اسرائیلیه نشسته همینجور، اونم البته تو پدافندش داره کار کرده و کار میکنه، لایه ها رو خیلی زیادتر کرد نسبت به وعده صادقه 1 ولی و باز اینجوری خورد. خیلی وحشتناک. یه دونه از فیلماش که در اومد، یه دونه نصفه تره که 35 تا، ولی یه دونه کامل تره که باز معلوم نیست قبلش هم خورده نه، 42 تا اصابت رو تو نواتیم داره ثبت میکنه، نشون میده. خودشون هم کردن، دارن نشون میدن که